یه جای خوب پیدا کنیم. پس ممنون میشم که جای عجیبیه، حس عجیبی داره. صندل بزنیم و این احضاری که استاد داده رو انجام بدیم. بچه های تیم به ما بگه که کامل بهتر شدن فیلمی بذارید اثبات کنم حضورش. بچه کن فیکون شد اینجا، کن فیکون شد اینجا. من میگم برم، احساس کنم همیشه یه چیزی پشتمه. بسم الله. اینا آدم اینجا چیکار میکنه؟ بچه ها اینجا چیکار میکنه؟ یا ابوالفضل میشنوین؟ میشنوید؟ سلام عرض ادب دوستان، خدا قوت، انشالله که خوب باشین. کسرا هستم دوستان. این سری اومدم توی قلعه جنی سمت خارج از حسابه که دیشب رفتم پیش یه استادی برای گرفتن یه احضار و یه احضاری بهم داد برای احضار پادشاه این مکان رو بهش معرفی کردم. بله مکان رو بهش توضیح دادم و به قول معروف بهم یک احضاری دادش که اینو باید آتیش بزنم و پادشاه اون مکان احضار میشه. و دوستان این مکان به نام عرضم به حضور شهر بگم خیلی بهتره یا عرضم به حضورتون یه جای خیلی بزرگه که متروک است و داستانهای زیادی در موردش هستش. میخوایم بریم امشب سبتی قشنگ بزنیم و لذتش رو ببریم و یه کار قشنگ بدیم بهتون. بریم بچه‌ها که داشته باشیم. کل این دهکده رو که فکر نکنم کلش رو بتونیم برسیم، ولی به قول معروف تا جایی که برسیم و سبتی خوبی بتونیم بزنیم میریم. بچه‌ها این مکان خیلی اومدن برای حفاری، ولی هر کدوم به گفته خود عرضم به حضورتون این روستایی‌ها که خیلی از اینجا دورترن، یعنی حدود 30 کیلومتر از اینجا فاصله دارن، میگن هر کدومشون اومدن اینجا یه بلایی سرشون اومده. عرضم به حضورتون خلاصی به کاری نرسیدن، به هیچ جا نرسیدن و این مکان یه جوری متروکش مونده و خیلی هم میگن مال زمان قاجاری است، ولی خیلی هم عقیده داشتن که نه خیلی قدیمی تر از این حرف هست و واقعا جای عجیبیه، حس عجیبی داره. انشالله که بتونیم سبتی خوبی امروز بزنیم و بتونیم که یه فیلم خوب بزنیم و یه جای خوب پیدا کنیم. کاریم یه مندل بزنیم و این احضاری که استاد داده رو انجام بدیم. دوستان عرضم به حضورتون یه فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید،
حمایتمون کنید. تمام نظراتی که میدین رو میخونیم. بچه های تیم هم دارن زحمت میکشن برای تمام این کلیپ هایی که درست میشه. پس ممنون میشم. پس ممنون میشم که حمایت کنید و این حمایتتون باعث میشه که ما بهتر کار کنیم، روحیه بگیریم و بتونیم کار قشنگتری بدیم بهتون. و دوستان جستجوی مازندران رو یادتون نره. قرار بریم مازندران با بچه گروه و هر کدومتون اگه جایی دارین که حرف و حدیث داشته باشه تو مازندران، حرف و حدیث داشته باشه و جایی باشه که کسی رفته باشه نیومده باشه و خیلی حرف روش باشه، به ما بگه. تو کانال تلگرام عضو بشه، تو تلگرام اعلام کنه که ما بریم برای به قول گفتنی ماجراجویی درست حسابی، نه ماجراجویی برنامه خیلی قشنگی ریخته شده براتون. بریم بچه، بریم بچرخیم ببینیم مکان چجوریه. سلام علیکم. سلام علیکم. درخت اناره این. سلام بر بزرگ این مکان. سلام بر بزرگ این مکان. سلام بر موجوداتی که در این مکان هستن و از چشم انسان غایب هستن. اومدم اینجا فقط برای گرفتن نشونه و اثبات حضور شما. نه از اینجا چیزی میبرم، نه چیزی به اینجا اضافه میکنم. نه چیزی میذارم، نه چیزی به اینجا اضافه میکنم. پس ممنون میشم با دادن نشانه‌ای که در بعد دید من انسان باشه، بتونم اونو درکش کنم. به من کمک کنید. من به این ایمان دارم که شما حضور دارید و میخوام به کسانی که ایمان ندارن ثابت کنم. پیشکشی هم برات بزرگتون آوردم و دنبال مکانی میگردم که این پیشکشو بدم. دوستان من گفتم بهتون بازم تنها اینجاییم و ممنون میشم. ببینید این جایی که ما میایم فقط به خاطر شما میایم و ممنون میشم که حمایت کنید. حمایتاتون رو دریغ نکنید. حمایت شما مساوی اینه که فقط حس خوبی به من بده که بتونم جای بهتری برم و جایی که میریم خدا شاهد فکر نکنم کسی بتونه بره. خودشم تنها ادعا نمیکنم، منم میترسم، ولی به قول گفتنی کاری میکنم که خوشتون بیاد و تمام نظراتون کمک میکنه به بهتر شدن فیلمی که میگیریم، ویدئویی که براتون میگیریم. خیلی چیزا رو سعی کردیم درست کنیم و روش کار کردیم و درست میشه و حمایت شما به خدا از خیلی پول ارزنده تره برای من. ممنونم ازتون. یا اهل المکان، یا عمار، یا حارس، سلام علیکم. سلام. بچه شرمنده صدا نمی کنم. این پشا حمله میکنن طرفم، میخورم به سینم. دارم میبینم اینا چی میگن.
یا اهل المکان یا عمار یا حارس. سلام علیکم. یا فس. این چی بود؟ بچه شنیدین؟ این چی بود؟ ببین من قصد صدمه زدن یا صدمه خوردن ندارم. خب نه ترسی از شما دارم، نه اینجا هستم که شما رو اسیر کنم یا بخوام برای شما مشکلی پیش بیارم و نمیخوام برای خودم مشکلی پیش بیاد. پس ممنون میشم با دادن نشانه به من کمک کنی که زودتر از اینجا برم. میدونم به حریم شما وارد شدم و قبول دارم این حریم مال شماست. یه صدایی میاد، نمیدونم صدا کجا اومد. بسم الله. به خدا یه چیزی انگار پشتم داره میاد. فاصله تو با من حفظ کن. گفتم من قصد آزار و اذیت ندارم و نمیخوام شما آزار و اذیت بشید. پس ممنون میشم این وقتی که اینجام بذارید اثبات کنم حضور شما رو که انسان ها به حریم شما وارد نشن. یا اهل المکان. یه جا میخواستم برم، نمیدونم یه جا پیدا کنم. اما یه جا پیدا کنم. او یا ابوالفضل، یا ابوالفضل این چی بود؟ پرت نکن، چیزی پرت نکن. بخوای یه چیزی اونجا رفت اون تو. درخت انار این چی بود؟ یه چیزی رفت اون تو، یه چیزی همونجا سرک کشید. کدومتون دیدین؟ یا الله. بچه موقع که فیلم میگیریم بالا پشت بوم هم شما توجه کنید. من حواسم نیست تو بالا پشت بوم هم زیاد میان سرک میکشن. یا الله با اجازه. چه کندن اینجا رو. دنبال قاتل بروسلی بودن، احتمالا پیدا کردن. به خدا داره این بالا میدوه.
صدا پا میاد. گوش کنید داره میدوه. بسم الله بسم الله یا الله. صدا رو من اینجا برم بیرون یه دفعه. میبینید نور چراغ قوه رو گرفت، اصلا شارژ چراغ قوه رو گرفت. اینم نورش خیلی زیاده به نظرم. کسی اینجاست؟ کسی اینجا هستش؟ بچه اینجا خیلی قشنگه ولی جایی قشنگتر از اینجا هم داره. این بالا من نمیدونم چی داشت میدوید. یه نور اینجا رو کم کنم نورش بهتر. کسی اینجاست؟ یه چیزی اون بالا سرک کشید. یه چیزی اون بالا سرک کشید. کی دید؟ همون جایی که بالا میدوید. به خدا رفت. نه بچه کدومتون میبینی؟ من معلومه تو دوربین یا فرار کرد یا آقای بامش. یا خدا. کسی اینجاست؟ بچه اینجا خوبه برای احضار زدم فکر کنم. صدا همش میاد انگار که پا بزن رو این چیز علف به چوب اینطوری. یا اهل المکان یا عمار، میدونی من کارم چیه و میدونی که قصد و غرضی ندارم و گفتم چیزی اینجا نمیذارم، از اینجا هم چیزی نمیبرم. پس ممنون میشم کاری نکنی که من بترسم، کاری نکنی که ضربه به من وارد بشه. بذاریم بچه برم اونور ببینم، اگه اونور خوب بود خوب نبودش بیام اینجا، همینجا مندل بکشم. آره بریم احضار بزنیم دوستان. البته با احضار زدنم قشنگ میاد. آره قشنگ میاد ولی الان احضار نزده اینجا داره میتره که. اینجا نکن، اینجا سر کشیده، اینجا سر کشید داشت میدوید. بذار بایسته من این شارژر رو بس کنم به چراغ قوه. چه زود گرفت باتری چراغ قوه رو. باتری 1 ساعت 2 ساعت کار میکنه در جا. ببین چقدر اینجا سنگینه. خدا کنیم با چه. نه نور رو زیاد نمیکنه. بذارین دوستان من چراغ قوه اون در بیارم. بسم الله. کی اینجاست؟ به خدا صدا اومد از پشت. به نظرم این نور خوب. آره
این نور خوب با باشه، نورش خوبه دوستان. فکر کنم بذار اینجا هم ببینم، بعد بیام ببینم اگه اینجا جای بهتر نبودش بیام اینجا بذارم. یه خونه خانی هم هست اینجا بهم گفتن، ولی فکر کنم همین باشه چون دو طبقه است، به خاطر اون میگم. متوجه این؟ بذار اینجا هم ببینیم بیایم. اینجا هم خیلی خوبه، نمیدونم نظرتون چی. اینجا هم خیلی عالیه. اینجا رو نگاه کنید. یا الله، با اجازه با اجازه بچه ها، اینجا رو میبینید محراب داره، حالت آخرش رو میبینید. نمیدونم دیگه اینجا چی بوده، یا نمیدونم. نمیخوام بالا جایی باشم که سقف داشته باشه، جایی باشم که مندل باشه. بذارید اونجا هم ببینیم، بریم شروع کنیم احضار زدن. من نظرم اینه بریم همونجا، به نظرم بریم همونجا بهتره، چون اینجا خیلی بزرگه دوستان. اینا هم که آدمو میکشن. دهنم خوش شده چون اونجا یه حالت حیات ماننده، میشه یه ذره کنترل داشت. کی اونجاست؟ صدایی میاد، همش صدا داره میاد. خب خدا کنه نور خوب باشه که من شرمنده شما نشم. گور کاشتم یه مندلی باید بذارم، برم تو مندل این کاغذه رو چیز کنم. باید بذارم یه سنگین شده، خیلی سنگین شده اینجا. چرا اینجوری شد؟ دوستان استاد برگشت گفت مندل تو زدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سرسده همه چی در من. کجا گذاشتیم؟ اینجا
کی اونجاست؟ خدای چشم می‌بینی. حالا خودم 100% برسه کاغذه تو. بچه ادیتور یادتون باشه اگریمنتتون الان میخونم و خب صداشو برداریم. ممنون. اگریمنت که میخونم و صداشو قشنگ از یوتیوب برداریم. ممنون میشم. چه این اصرار پادشاه اینجاست که بفهمیم چیه چیزیه. اینم پیشکشی که براش میذارم الان تو منگلی نیستم. اینم کاغذ هم شروع کنم به اذن الله، به اذن خدای بزرگ. دوستان ادیتور بازم بگم بچه ها این اگه که میخونم و صداشو برداریم. ممنون میشم. یا الله یا الله. ای بزرگ این مکان، ای پادشاه این مکان، تو را فرا میخوانم، تو را فرا میخوانم. تو را فرا میخوانم. یا الله. صدای صدا در من. تو را فرا میخوانم به اینجا. چه آتیش داریم خب؟ چه این بنده رو بکنیم. صدای من. صدای صدا در من.
بچه بخورم بدیم. این هم پیش کشی که به قول دادم احتیاطه نشانه اومدم از قول دادم. اوه صدا سگا اومد بچه، صدا سگ اومد بالا سرم داره سرک میکشه. بالا سرمو نگاه کنید داره سرک میکشه. بالا سرمو نگاه کنید بچه. یا خدا، یا خدا میشنوید؟ بچه پشتمو قشنگ این داشته باشید. پشتمو قشنگ به نظر داشته باشید. این بالا این وقت بله داره. یا خدا بچه صدای سگا نزدیک شد. داره میاد. افتمان علیه یا جوج یا نجوج یا الله. برو. قسمت میدم به جبرائیل. به دعوان. صدای چیه؟ به دعوان. صدای چیه؟ صدای چی بود؟ خدا تو شنیده. یا خدا صدای چی بود؟ یا خدا بچه کن فیکون شد اینجا. کن فیکون شد اینجا. من میگم برم. احساس کنم همیشه یه چیزی پشتمه. یا خدا کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ یا خدا بچه برم اینجا من ببینم چیزی جا نوشتم. صدا سگا بیشتر شد. یا خدا یه چیزی انگار داره پشتم میاد. بریم بچه بریم اینجا که اصرار دادیم بریم زدیم. اینجا خطرناک شد. وسط بیابون صدا بچه میاد. یه چیزی داره پشتم میاد. بچه کدومتون میشنید صدا بچه رو؟ یه وایسین.
صدا چیه؟ کی اونجاست؟ بسم الله چیه دنبالم میاد؟ بسم الله. اینا آدم اینجا چیکار میکنه؟ بچه ها اینجا چیکار میکنه؟ یا ابوالفضل میشنوین؟ میشنوید؟